سلام دوستان، من بابک هستم. اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبلی راه درست کردن شراب بهتون داشتم آموزش میدادم. اگه یادتون باشه انگوری که من انتخاب کردم انگور سیاه بود. این انگورا معمولا تخم داره و تو انگلستان خیلی زیاده، یعنی بیشتر باغا اکثرا از این انگورای سیاه دارن. بغیر از اینکه ما انگورایی داریم اینجا که بدون هسته است که همون انگور عسکریای خودمونی که در داخل ایرانه. خب کاشتیم، تخمشو در آوردیم و الان درختای زیادی داریم. غیر از اون من اینایی که تولید کردم، یعنی به وجود آوردم این درختای بزرگ انگور سفیدو به اکثر دوستان که به کشورهای دیگه هم تعلق داشتن بهشون دادم. البته اینجا هستن تو این باغ، یه باغ بزرگی قطع کردن و دادن به همه نوع ملیت‌ها. اکثرا برای خودشون کشاورزی میکنن، سبزیجات میکنن. بعضیون مثل من هم باغ دارن، هم سبزی کاری میکنن، هم گل و گیاه دارن. به هر حال من هر چی که تو این باغچه دارم، تو این باغ کوچیک دارم، همه رو از خوردم حسه های کوچیکش استفاده کردم و به طریقایی که خودتون در یوتیوب میبینید من اینا رو تبدیل به درخت کردم. و الان این انگور قرمزم یکی از همون انگوراییه که مال انگلستانه و حسه داره و هیچ راهی نداره به غیر از درست کردن برای شراب، سرکه، این چیزا. ولی خب من تصمیم گرفتم که شراب درست کنم و اگه یادتون باشه توی کوزه بزرگ درست کرده بودم. حالا از اون کوزه من اونو تصفیه‌اش کردم، صافش کردم، رسید به این سطل. ببینید این الان شراب خالص حاضر آماده است. حتی رسوبش هم تا حدودی گرفته شده، ولی الان دارم انتقال میدم تو این ظرفای پلاستیک. معمولا باید بریزم تو شیشه‌ای، ولی خب شیشه‌ای ندارم فعلا. چون ندارم در حال حاضر باید این تصفیه بشه بره تو این پلاستیکا و این پلاستیکا رو دیگه بعد شیشه‌ای بگیرم عوض کنم. دارم شیشه‌ای، نه اینکه نداشته باشم. متاسفانه توشون شراب سفید گذاشتم از همین انگورای بیدونه خودم. بعد ارزم بزرگتون چند تایی هم هستن که سرکه سیبه که سری قبل تو ویدیو توضیح دادم و نشون دادم چطوری سرکه سیب بگیریم. الان تو 5 لیتری من تو شیشه هم سرکه سیب دارم. ارزم بزرگتون حدوداً 10 لیتر شراب سفید گذاشتم که هنوز عمل نیومده به این صورت در بیاد، ولی اینی که الان در اومده به این صورت در اومده، من اینو میخوام جابجا کنم شما ببینید که این تو ویدیوی قبلی بهتون نشون دادم چطوری درست میکنی انگور، چقدر راحت، مشکل هم نیست. به هر حال ببینید الان میخوام اینو تصفیه کنم، رنگشو خودتون میبینید. البته تمام وسایل هم که اینجا گذاشتم همه تمیز شسته شده است، هیچ مشکلی نداره. فقط رنگ شراب ببینید، اصلا ببینید رنگشو. الان یه خورده کدره، ولی به محضی که یکی دو روز که بمونه رسوبای دیگه هم گرفته میشه و این شراب میشه شراب ناب. بعد من اون وقت که تخلیه میکنم وارد شیشه میکنم رسوباش میمونه و میریزم دور. فعلا این شراب هم از انگور قرمزه هم از شاتوته. فراموش نشین من 2 مدل درست کردم، چون میخواستم ویسکیشو درست کنم. گفتم خب قبل از اینکه ویسکی درست کنم، چون انگور زیاد دارم امسال انگورام داره دون میشه به خاطر آب و هوا. اینجا هوای امسال خیلی هوای مزخرفی بود، به خاطر همین ما آفتاب به اون صورت امسال نداشتیم و باعث شده بود که اکثر انگورا دون بشه و بریزه رو زمین. و منم قبل از اینکه دون بشه اینا رو چیدم، بعد تبدیل به شرابش کردم. البته اینو خواستم بهتون بگم که انگور رو اگر خودتون باغ دارین به هیچ وجه نشورید، به هیچ وجه نشورید. همونطور که میکنید همونطور هم باید بریزین یه جایی آبش گرفته بشه، دونش گرفته بشه و اونو تبدیل به شرابش کنید. ولی اگه بخواین بشورین مقداری از خاصیت خودش رو از دست میده که امیدوارم که هیچ موقع این کارو نکنید. به هیچ وجه تصمیم نگیرین که انگورتون رو بشورید. حالا اگر بیرون تهیه میکنید خب مسئلهش فرق میکنه، امکان داره 1001 دست خورده باشه. البته اون تبخیر میشه، مشکلی نداره، ولی خب اگه یه آب واشیلنگ روش به حالت آب پاچ بگیرین
سریع آبش رد بشه هیچ ایرادی نداره، بهش نفوذ نمیکنه. به هر حال این انگور اضافه من بود، در واقع مازادی بود که ما داشتیم و میریخ روی زمین و وقتی میریزه زمین یه جاهایی هم پر مورچه میشه، تولید مورچه میکنه. اینجا مورچه داریم ما، مورچه قرمز. خدا برکتش بده، وقتی نیش میزنه یه هفته تموم باید تنتو بخارونی، یا بری سراغ این داروخونه ها داروهایی بگیری، کریمایی بگیری که بزنی که این خارشش بیفته. میگن اسید از خودش به جا میذاره تو بدن انسان و خدا نکنه اینا با هم دیگه یعنی با آدم ها بد بشن. توی زمین ها اونم پره وگرنه بلایی به سر ما میارن که کارمون به دوا و دکتر و بدبختی و مصیبت کشیده میشه. الان من اینه اینقدر ریختم دیگه، بیشتر از این پر نمی کنم، چون اینم باز گاز داره. چون گاز داره همین اندازه پر میکنم که مقدار سرش باز باشه. من البته چون هر روز به این سر میزنم در اینو میتونم وردارم و یه مقدار شلش کنم که این گاز خالی بشه، یعنی در واقع گاز بره بیرون. ببینید خیلی رنگ خوب و شفافی داره. البته هنوز این به محض که استاپ بکنه حالتش وایسه خود به خود ته‌نشین میشه. وقتی ته‌نشین میشه بعضی از اون ته‌نشیناش یعنی کلا از خودش جدا میکنه، میاد بیرون آبش، یعنی در واقع شرابتون یه دست و خوش رنگ میشه. الان ظرف دومو دارم میذارم، البته ظرفامو شستم تمیزه. اینا ظرفای 5 لیتری آبه دارم، ظرف شیشه‌ای بزرگ دارم بعد درست کنم، ولی خب دیگه بعد امروز به داد این میرسیدم که اینو حتما تخلیه‌اش کنم. حالا مجددا اینم شروع میکنم به پر کردن. من میتونستم از یه دونه پایپ استفاده کنم، از یه شیلنگ استفاده کنم. والا شما چه پنهون شیلنگ دارم، نه اینکه نداشتم. شیلنگ هم گذاشتم روی شراب سفید، یه سرشو گذاشتن در داخل آب، یه سرش به قول معروف باطلیه که توش شراب سفیده، اونم به هر حال هوا داره، بعد هواش بره بیرون. به خاطر همین یه شیلنگ نیم متری رو من فدای اون کردم فعلا. در حال حاضر چون شیلنگ ندارم تو همینا هم ریختم، در اینا رو وا میکنم یه بعضی وقتا یه هوایی بره بیرون، ولی میتونم هم کار دیگه ای بکنم. سر اینا رو دستکشای یه بار مصرف بذارم. دستکشای یه بار مصرف و وقتی بذاری هوایی که میره توش دستکش مثل بادکنک باد میشه تا اینکه شرابتون عمل بیاد. ولی اون هوا خارج نمیشه، هوا داخل اون دستکشه، باد شده حاضر آماده و اون هوا بیرون هم نمیره تا اینکه شرابتون عمل بیاد. دراشو مهرمون کنید، ببندین، یه گوشه‌ای بذارین تاریک، سایه باشه که نور خورشید بهش نرسه، که ما خوشبختانه اینجا از این جاها زیاد داریم. اگه قشنگ نگاه کنید ببینید رنگی که ریخته میشه چقدر رنگ شفافیه. البته یه خورده تیرگی داره، تیرگیش هم عرض کردم به خاطر اون شاتوتی بود که من بهش اضافه کردم، ولی باز در کل ته‌نشین که بشه خیلی شفافتر میشه. مزهش هم من یه مقدار استفاده کردم، دیدم خیلی خوشمزه و شیرینه. من این سطل الان برمیدارم چون تهش رسیده، باید خالی کنم توی این ظرف که یه مقدار رسوبشم تهش میمونه. با این که من رسوب گیری کردم اونم من به شما نشون خواهم داد. فکر میکنم الکلش هم باید 40% شده باشه یا کمتر. البته معمولا 30 تا 35% باید مال ماها بشه که تو باغچه ها درست میکنیم. اونایی که 40% میشه معمولا اونایی که کارخونه ایه، تو کارخونه ها درست میشه که من اصلا با اونا موافق نیستم. اگر معلوم بشه ببینید این رسوبیه که از 2 بار تصفیهش من این رسوب رو به دست آوردم. یعنی الان این رسوبه، اصلا این دیگه شراب نیست. مقداری رسوب و با این مقدار خب آب انگوره، ولی کلا اون هست. چون من 2 بار اینو صاف کردم به این صورت در اومد، وگرنه به این صورت در نمی اومد.
یعنی الانم حتی آماده است واسه یه تست کردن، واسه خوردن آماده است، میتونید بنوشید. ولی من با عزتون اینو مینوشم. بذار بریزم تو لیوان ببینم رنگش برای من چطوره. توی لیوان رنگش معلوم میشه. ببینید این تخمایی که میبینید اینا تخمای همون شاتوته. ببینید این رنگش. الانم یه شراب نابیه واسه خوردن، ولی این وقتی که یه 7-8-10 روز دیگه بمونه جا بیفته اون موقع دیگه واقعا حرف نداره. البته عرض کنم که این با شرابی که تو بیرون تو مغازه ها میفروشن به شما زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا موادایی بهش میزنن که این خیلی شفاف میشه. در ضمن بعد شاید چند بار از اون تفالهه اونا آب میگیرن به خاطر اینکه واسه شون بصرفه. یه باتل 1 لیتری شو دارن توی فروشگاه میدن 4 پوند 5 پوند 8 پوند. بعد واسهتون باید بصرفه. خود باتل هست، بسته بندیش هست، همه ورود به بازارش هست، خیلی چیزا، کرایه ها، چیزایی به دیگه بهش میخوره. بعدش وقتی به دست شما میرسه میشه 8 پوند پول 1 کیلو انگور. به هر حال خواستم ببینید اینو من میخورم به سلامتی همه اونایی که این ویدیو رو نگاه میکنن و لایکش میکنن. با سپاس. اوه خدای من، حرف نداره. واقعا چیز باحالی شده. هم شیرینی خودشو داره، هم الکلش واقعا خیلی چیز جالبی شده. به حال دستتون درد نکنه. امیدوارم که شما هم یه روز یه همچین چیزی دارید. اینم به سلامتی شما دوباره میخورم، ولی امیدوارم که شما هم یه همچین کاری تو خونه هاتون بکنین، یه چیزایی داشته باشین طبیعی باشه. شراب هم که میخورین طبیعی. الان این همون شرابیه که خیام حافظ راجعش صحبت میکردن، نه اون شرابی که تو فروشگاه به ما میفروشن دوچندان، خدا میدونه توش چی میریزن. به هر حال سپاسگزارم، بدرود میگم به همتون. پاینده ایران.